طبق حسابات آماری از سال 2017 تا کنون مشتریان تاکسی در شهر دوشنبه 3 مراتب زیاد شدند. در زمینه افزایش طلبات به خدمترسانی تاکسی، جمعیت‌های نقلیات کرایوی تصمیم گرفتند که برای تقویت فعالیت و تأمین سفر به خطر مسافران در داخل تاکسی‌ها کامراهای مشاهده‌ای نصب کنند. جزئیات بیشتر موضوع در این باره. در رابطه با سپارش مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد تامین بخطری رانندگان و مسافران، عین زمان در داخل واسطه‌های نقلیات استفاده عمومی پایتخت به خصوص در برابر نقلیات کلان حجم، اینچنین در نقلیات میکرواتوبوسی و تاکسی کامراهای مشاهده‌ای نصب گردیده است که این به بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی زمینه می‌گذارد. موجودیت کامراهای مشاهده‌ای در داخل نقلیات جمعیتی برای آشکار نمودن حالت واقعی بحث و نافهمی‌ها میان راننده و مسافر نقش مؤثر دارد. مسئله نصب تجهیزات ثبت صدا و تصویر در داخل تاکسی و میکرواتوبوس‌ها ضمن واخوری و کارهای فهماندهی با رانندگان در کارخانه و جمعیت‌های نقلیاتی هنوز ماه‌های مارس و اپریل مورد بررسی و توصیه قرار گرفته بود. آن وقت با اینوبت پیشگیری حالت‌های بحثناک و آشکار و برطرف سازی نافهمی و دیگر مشکلات در سمت خدمترسانی نقلیات استفاده عموم بر رانندگان تاکسی دوشنبه توصیه داده شد که بهر تامین بخطری در داخل نقلیات کامراها نصب کنند. فعلا این روند با مرام جریان دارد. برای پیشگیری و حالت‌های مثلا بحثناک ما در автомашин‌های خود یعنی که ویدیو ریگسترها ثبت نمودیم که در حالت بسیار حالت‌های بحثناک میشد از طرف شهروندان، از طرف مشتریان، از طرف خود راننده. برای وصل نمودن ویدیو ریگسترهای داخل автомашина این حتمی کوشش میکنیم که بخطری تامین باشد. موجودیت کامراهای مشاهده‌ای در داخل نقلیات استفاده عموم پیش از همه سفر مسافران را به خطر و براحت کرده، همچنین در پیدا کردن مال و اشیا و حجت‌های فراموش شده کمک می‌رساند. از جانب دیگر با نصب کامراها شرکت‌های خدمترسان می‌توانند به تأمین انتقال به خطر مسافران کفالت بدهند. ویدیو رجیستراتور در بخش خدمترسانی هر کشور رایج است. در تاجیکستان همکنون با مؤثر شدن شکل خدمترسانی‌ها ضرورت پیش آمد تا ما نیز از خدمترسانی آن برخوردار باشیم. رانندگانی که ماشین‌هایشان کامراهای مشاهده‌ای دارد با مسافران با تامین امنیت کامل خدمت می‌رسانند. در این زمینه یادرس می‌شویم که دوام چند سال اخیر پارک‌های نقلیاتی پایتخت مطابق با طلبات دور و زمان تجدید کرده شد و امروز با مسافران نوترین نقلیات جمعیتی خدمترسانی می‌کند. نصب و موجودیت کامراهای مشاهده‌ای در داخل نقلیات استفاده عموم جزء ترکیبی کمپلکس رشد خدمترسانی نقلیات جمعیتی میباشد که استفاده بردن از آن هنگام انتقال مسافران تدبیر مهم و سریع وقتی ارزیابی می شود.